در سال 96 میلادی، زمانی که یوحنا در دهه 80 زندگی خودش به سر می برد، در روز یکشنبه از پشت سرش صدایی شبیه نفیر شیپور میشنوه و وقتی برمیگرده با خداوند عیسی ملاقات میکنه. خداوند 7 پیغام به او میده تا کلیساهای آسیای صغیر رو برکت بده و هدایت کنه. اولین شهری که پیغام به اون گفته میشه اینجا افسوسه. اولین شهری که خداوند خطاب به اون پیغامی داره افسوسه، یک کلان شهر بزرگ که از قضا بسیاری از بزرگان کلام خدا در عهد جدید این کلیسا رو خدمت کردن. بنیانگذارش پولس بوده، معلمینش آکیلا و پرسکیلا و شبانانش تیموتائوس و یوحنا. مسیح برای معرفی خودش به کلیسای افسوس از تصاویری شبیه باب 1 آیه 12 تا 16 استفاده میکنه. من برای شما قرائت میکنم کلام خدا رو در باب 1 آیه 12 به بعد. پس رو به عقب برگردانیدم تا ببینم آن چه صدایی است که با من صحبت میکنه، سخن میگوید. و چون برگشتم 7 چراغدان طلا دیدم و در میان چراغدانها یکی را دیدم که به پسر انسان میمانست. او ردایی بلند بر تن داشت و شالی زرین گرد سینه. پاهایش چون برنج تافته بود در کوره گداخته و صدایش به غرش سیلاب‌های خروشان میماند. و در دست راستش 7 ستاره داشت و از دهانش شمشیر بران 2 دم بیرون می آمد و چهرهش چون خورشید بود در درخشش کامل. انگار خداوند رویای اولیه رو مجددا تکرار میکنه، اما به شکل قوی تر. در باب 1 عیسی در میان 7 چراغدان قرار داره، اما در باب 2 در پیغام به کلیسای افسوس ما خداوند رو میبینیم که در میان چراغدان ها در حال گام زدنه، به مانند مسئول و مدیری که حواسش کاملا به تمام قسمت های مسئولیتش است. بعد از معرفی پرشکوه خداوند این چنین میفرماید: اعمال تو را میدانم. و سپس شروع به تشویق اونها میکنه. تو سخت کوشی، پایداری کردی، خسته نشدی، تعالیم اشتباه رو تحمل نمی کنی و استقامت داشتی. چقدر عالی هست که از زبان خداوند چنین تشویقاتی رو شنیدن. به نظرتون اگر امروز خداوند در مورد هر کدوم از ما بخواد کلماتی بیان کنه، آیا این چنین کلماتی در این صحبت ها هست؟ با توجه به این کلمات و لحن خداوند مشخصه که در افسوس کلیسایی سرزنده و درگیر مسائل پادشاهی خدا برپا بوده. اشاره به سخت کوشی از جانب خداوند معنی کار سخت و طاقت فرسا رو در خودش نهفته داره. پس باید گفت کلیسای افسوس متوجه اهمیت موضوع نجات و پرداخت بها برای این موضوع شده. کلمه‌ای که در ترجمه فارسی پایداری ترجمه شده هم کلمه قدرتمندیه که مفهومش بردباری طولانی مدت و تحمل صبورانه است. فراموش نکنیم افسوس مرکز پرستش آرتمیس و امپراتور بود، اما کلیسای افسوس دامن خودش رو از این موضوعات پاک نگاه داشته. خداوند می‌فرماید میدانم که استقامت نشان داده ای و به پاس نام من سختی ها تحمل کرده ای و خسته نشده. قطعا در چنین جامعه‌ای پیروی کردن از خدایی غیر از آرتمیس و امتناع از سوزاندن بخور برای قیصر طرد شدن و سختی رو به همراه داره. من امروز نمیدونم که شما در چه شرایطی هستید، اما میدونم که وفادار موندن به عیسی یعنی استقامت در جفا، چرا که دنیا با ایمان ما مخالفه. همینطور آیات بعدی که در خصوص عدم پذیرش شریران و رسولان دروغین هست دلیلی بر صحیح بودن آموزه ها و تعالیم این کلیساست
و البته اخلاقیات هم. قبل از اشاره به آیات میخوام اشاره‌ای که در آیه 6، حسنی که در آیه 6 از زبان خداوند بیان شده رو قرائت بکنم. ولی این حسن را داری که از کارهای نیکولائیان بیزاری، آنگونه که من بیزارم. البته وقتی که به پیغام کلیسای پرگاموم برسیم کاملا در این خصوص صحبت خواهیم کرد، اما کارهای نیکولائیان مفهومی از راضی نگه داشتن جامعه و سازش کردن رو در خودش داره. شاید به خاطر هشدارهای 40 سال قبل پولس کلیسای افسوس انقدر جدی نسبت به این موضوعات ایستاده. اگر به کتاب اعمال رسولان نگاه کنیم، آخرین ملاقات پولس با کلیسای افسوس در باب 20 آیه 28 تا 30 کلام خدا اینطور میگه: مراقب خود و تمامی گله‌ای که روح القدس شما را به نظارت بر آن گماشته است باشید و کلیسای خدا را که آن را به خون خود خریده است شبانی کنید. میدانم بعد از رفتنم گرگ‌های درنده به میان شما خواهند آمد که به گله رحم نخواهند کرد. حتی از میان خود شما کسانی برخواهند خواست و حقیقت را دگرگون خواهند کرد تا شاگردان را به پیروی خود از راه بدر کنند. کتاب اعمال رسولان باب 20 آیه 28 تا 30. سخنان تشویق آمیز خداوند باعث میشه فکر کنیم آیا اصلا ضعفی در این کلیسا وجود داره؟ خداوند با چشمان نافذ خودش نکته ای رو داره. اتفاقا نکته بسیار مهم. این ایراد را بر تو دارم: محبت نخستین را فرو گذاشته ای. او که در میان چراغدان ها گام میزنه و قدرت آسمان و ستارگان در دستانشه، حتی از وضعیت احساسات و قلب های کلیسا من و شما آگاه. هیچ چیزی در قلب و زندگی ما از چشمان او پنهان نیست. افسوس همه چیز داشت به غیر از اون چیزی که عیسی سزاوارشه، یعنی تمام قلب. اما این محبت نخستین چیه؟ به زبان ساده احساس محبت و عشقیه که در روزهای اول نجات و در آشنایی ابتدایی با عیسی زندگی و تمام قلب ما رو در بر میگیره. به صورت ویژه در عهد عتیق ما میبینیم که خداوند میفرماید من اسرائیل رو برگزیدم و او رو عروس خودم ساختم. اما مشکلی که بارها در عهد عتیق هم شاهد هستیم بی‌وفایی اسرائیل. کتاب مقدس میفرماید تو یعنی اسرائیل از پی عشاق دیگه رفتی که کنایه‌ای از خدایان غیر هست. به یاد کلام خدا در کتاب ارمیای نبی باب 2 آیه 2 میافتم که میفرماید محبت ایام جوانی و عشق دوران نامزدیت را به یاد میارم، آنگاه که در بیابان بایر از پی من میآمدی. چند آیه بعد قلب خودش رو خداوند با نبیش و امروز با ما در میان میگذاره. در باب 2 کتاب ارمیا آیه 5 خداوند میفرماید چه بی انصافی در من دیدی که از من دوری گزیدید. این فریاد قلب عاشق خداست، خدایی که طبق کلامش تا سرحد حسادت مشتاق ماست. عاشقان ما رو محبت بیچشم داشت میکنه، تمام چیزی که داره رو با ما در میون میگذاره. آیا این خدا سزاوار تمام قلب ما نیست؟ در محبت نخستین شور و اشتیاق موج میزنه. شخص تمام تلاش خودش رو برای خوشحال نمودن و محبت ورزیدن به معشوقش انجام میده. هیچ سختی مانع عشق ورزیدن او نمیشه و با افتخار در هر جا که هست نام محبوب خودش رو برمیافرازه و همیشه برای او وقت داره. شاید باید از خودمون بپرسیم آیا در چنین شرایطی قلب و زندگی ما نسبت به عیسی مسیح به سر میبره؟
آیا ما هنوز عاشقانه او رو دوست داریم؟ آیا هر جا میریم مشتاقانه او رو اعلام میکنیم؟ آیا از وقت گذاشتن با او لذت میبریم؟ کلام خداوند میگه که او سزاوار تمام قلب ماست. او رو دوست داشته باشیم با تمام توانی که در وجود و قلب و زندگی خودمون داریم. یکی از جدیترین خطرات در این مسیر عادی شدنه. چقدر این دیده شده که بعد از یک مدت کلیسا و جمع شدن عادی میشه، حتی خوندن کلام عادی میشه و یا حتی دعا کردن عادی میشه. انگار یک گوشه در ذهن ما قرار داره که عیسی خداونده و کارهای بزرگی برای ما کرده و فقط همین. اما این اصلاً عادی نیست که یک نفر جانش رو برای من و شما از دست داده. این اصلاً عادی نیست که او اینقدر ما رو عاشقانه و بدون چشم داشت دوست داره. این اصلاً عادی نیست که خدای قادر متعال، خالق آسمان و زمین، با ما وارد یک رابطه صمیمی میخواد بشه. شاید بسیاری از ما سخت خدمت کردیم، شاید برای حقیقت ایستادگی نشون دادیم و مجاهده کردیم، شاید علم و یا حتی عطایای عظیمی از خدا در خدمت و زندگیمون وجود داره. فراموش نکنید کلیسای افسوس از تمام این گزینه‌ها که عرض کردم بیشتر از ما مجاهده کرده و امتیازات برتری داره. اما خداوند که صاحب جانهای ماست بهش میگه این ایراد رو بر تو دارم که محبت نخستینت رو فراموش کردی. دوست عزیز، فراموش شدن محبت اولیه معمولاً به آهستگی و خیلی نامحسوس در زندگی مقدسین اتفاق میفته. اما با ایرادات بحث تموم نمیشه. خداوند با راهکارها و پیشنهاداتی میخواد مسیر احیا رو به افسوس و اگر ما این چنین مشکل رو داریم به ما هم نشون بده. خداوند پیشنهاد میده در وهله اول به یاد بیار از کجا سقوط کرده ای، توبه کن و اعمالی را به جا بیار که در ابتدا انجام میدادی. به یاد آر. این تم رو بارها در عهد عتیق میبینیم که به یاد آر من یهوه خدای تو هم که تو رو از زمین مصر و سرزمین بندگیت بیرون آوردم. اگر رو راست باشیم باید بپذیریم انسان معمولاً به خاطر روزمرگی و مشکلات دچار فراموشی میشه و به احتمال زیاد بسیار آهسته این اتفاق میفته در زندگی ما. در دومین مرحله خداوند میگه که از کجا سقوط کرده ای؟ قطعاً سقوط یک نقطه شروع داره و پیدا کردن اون شاید کار آسونی نباشه، ولی من پیشنهاد میدم که اگر در چنین شرایطی هستیم مانند مزمور نویس از مزمور 139 دعا کنیم که روح خدا به ما نشون بده سقوط از کجا شروع شده. سومین پند مسیح اینه توبه کن. همونطور که قبلا اشاره کردیم توبه کردن مفهومش اینه که وقتی شخص متوجه میشه در یک مسیری داره میره و اشتباه اون مسیر بایسته، کاملا برگرده و راهی رو که به اشتباه رفته به سمت اول جبران کنه و نهایتا خداوند میگه دوباره شروع کن به جا آوردن کارهایی که در ابتدا انجام میدادی. چقدر این شبیه عاشق بودنه. چقدر زیبا کلام خداوند ما رو تشویق میکنه دوباره مانند روزهای اول ایمانمون پر از اشتیاق و عشق نام او رو اعلام کنیم و از حضور و با او بودن لذت ببریم. و در ادامه خداوند وعده زیبایی به آنانی که غالب بیان میده. او میفرماید هر که غالب بیاد به او نعمت خوردن از درخت حیات رو که در فردوس خداست خواهم بخشید. درخت حیات قطعاً همه ما رو به یاد باب‌های ابتدایی کتاب پیدایش میندازه. درختی که در وسط عدن وجود داشت. نهایتاً درخت حیات در وسط اورشلیم سماوی قرار داره. در اون درخت حیات ابتدایی انسان به خاطر گناه
اجازه دسترسی و خوردن از اون رو از دست داد. اما به واسطه خون بره خدا عیسی مسیح گناهان ما بخشیده میشه و ما میتونیم از اون درخت حیات نصیب داشته باشیم و فراموش نکنیم که حیات جاویدان در عیسی است. بله، عیسی خود اون درخت حیاته. کلام خداوند میفرماید هر که غالب بیاد نصیب بیشتری در خداوند خواهد داشت. همه چیز در ایمان به مسیح حول عشق و محبته، محبتی که او در حق ما داشت و محبتی که در مقابل عظمت و محبت عظیم او ما باید نسبت به او داشته باشیم. خداوند در پیغام به کلیسای افسوس به ما میگه اگر محبت نباشه تمام زحمات ما بیهوده است. هر آن که گوش دارد بشنود، روح به کلیساها